اینها نمیدانند، اینها نمیفهمند، اینها را فریب میدهند. الله به اینها فهم صحیح، قلب فهمو بده که صحبت حق را از باطل جدا کرده توانند. از حیرت زدگی بیرینشون کن، حق را برایشان ظاهر کن تا که بفهمند و در دین تو پایبند باشند. الله، ما این کارها را به خاطر این میکنیم که وظیفه خود را به پایان رسانیم. الله اجر و پاداشش را خودت بنویس و به ما بده. الله در روز قیامت این گفتن سخنهای حق و این دفاع کردن حق و این مبارزه بردن به این مشرکین را الله سبب نجات ما قرار بده. الله از تو پناه میبریم از تمام فتنه های ظاهری و باطنی، از تو پناه میبریم از تمام خلقهای بد و ناپاک، از تو پناه میبریم از تمام نمود گمراهی. الله خودت ما را نجات بده، خودت ما را حفظ بکن. ما بندگان کمبودیدار، عاجز، ناتوان و انسان‌هایی که بجز تو هیچ ملجأ نداریم، هیچ مأوای نداریم. الله گناه‌ها، خطاگی‌ها، کمبودی‌های ما را بگذر. الله حق را ظاهر کن، علم نافع را به ما عطا بفرما. مجلس‌های ما را مجلس‌های علمی بگردان، مجلس‌های بیان حق بگردان. این سخن‌های ما را، دعوت‌های ما را سبب ظاهر شدن حق، سبب هدایت شدن مردم قرار بده. ای الله، از تو پناه میبرم که در نام تو سخنی را گفته باشم که در روز قیامت جواب دادن نتوانم. الله زبان‌های مرا، زبان برادرهای مرا حفظ بکن که بناگاه از نام تو چیزی را خطا بکنیم. همه این صحبت‌هایی که ما میکنیم میدانیم ای الله که ما مسئول هستیم. وقفوهم انهم مسئولون. خودت گفتی که بیستید اینها رو بدارید که شما مسئول هستید. برای ما مسئول هستیم ای الله. اما این گفته های تو در قرآن است که ما گفتیم، گفته های رسولت است که در سنت گفتیم، آن چیزی که صحیح است گفتیم، با منهجی که خودت بیان کرده گفتیم، از این چیزی رو زیاد نکردیم. الله نصرتمون ده که غیر از تو نصرت دهنده نداریم، کمکمون کن که غیر از تو کمک کننده نداریم. الله این دروغگویان عاذری و این ملحدین رو الله شایسته هدایت باشند هدایت بکن. اما اگر شایسته هدایت نباشند، فتنه امت باشند، ضرر رساننده بر این امت باشند، الله خار و ذلیلشان بکن، زبانهایشان را خشک بکن، نابود بکن. ضرر اینها را از بالای امت بردار، زلل اینها را از بالای امت بردار که اینها امت را پراکنده کردند، امت را کمرش را شکستند، امت را شکسته در بین تمام مردم این کفار ملحدین قرار دادند. الله خودت گفتی که شرک و کفر و اسلام و توحید در یک جا جمع نمی شود، اینها جمع کردند. الله سزای کارشان را بده، سزای کارشان را بده. الله سزای کارشان را بده که دیگر در این باره صحبت کردن نتوانند. با رغم همه خواهش اینها حق را الله ظاهر کن. در این دین جوانهای تاجیک بهترین را خودت بیاور، جوانهایی که با عقل هستند، زیرک هستند، از دختر و پسر هزارها جوان را بردارنده کلمه لا اله الا الله قرار بده که این دشمنان دین خودت بسوزند و بمیرند، اما این هزارها جوان باز لا اله الا الله را بردارند. برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.